عبدالله خردسال را پدر دایشی‌اش نوار گرفته است. الله اکبر ده. معنی این بازی را پدر و پسر به گونه خود می‌فهمند. پدری عبدالله عادل حتولابی تاجیکستانی در یکی از محاربه‌ها قتل و مادرش سفرگل نبیه و امسال به خاطر همدستی با نیروهای تندگرا در عراق محکوم به زندان یک عمری شد. حالا عبدالله با مادرش در زندان است و تقدیرش نامعلوم. فهمیدم خونم فهمیدم. مادر سفرگل سال 2015 فرزندش را گم کرد. 3 ماه از توی عروسی نگذشته دامادش سفرگل را به بهانه روسیه برد و دیگر بیدرک شدند. اخیراً تلفنش از ترکیه 10 آگوست 3 ماه نامعلوم شد. پیش او میریم یا روس بردگی جوشون به سویازای چطوری اول تلفن میکرد و ما مراتر داوندن. سفروی چون از اقربای داماد نتوانست معلومات بگیرد به مقامات امنیتی مراجعت کرد. تصویرهای دختر و دامادش را به اینترپل داد. من اینترپل رفتم اومدم نامو شب تلفن کرد. والدین دامادش میگفتند کجا بودن پسرشون رو نمیدونند. شما چند مرتبه پسر یا کلینتون قطع صحبت کرده؟ تلفنی. بعد از تماس آنها سفرهای فهمید تا این وقت کجا بودن فرزندش را پنهان میکردند. که جدای سفر گذاشتم که جدای در ما دولت اسلامی رو دیگر تمام کردم. خودم دانشگاه نمی‌داشت تمام لاغر کردم. همین پیام را سفرگل به والدینش فرستاد. گپ میزنن در دانش کسی در دانش گپ دخته است یعنی پفتور کردیسته میفهمی که پفتور کردیسته میگو همین گپای میزنه که تری گپ را نمیدونست. اگر مادر سفرگل میپندارد با فریب دخترش را به عراق بردند، پدر میگوید به چنین حال گرفتار شدن او به سنتگرایی آنها ربط دارد. دختر مسلمان باید همه ایدین بشوز دویم باشه، همه تربیه منامتری دویم پورا تربیه میکنیم که همین ده خطایی باید فهمیدن ده باید ایون میگرکنیم. حالا والدین سفرگل از مقامات میخواهند به قضیه زندانی شدن او در عراق دخالت کنند و عبدالله خردسال را به وطن به پیش بابا و بیبی برگردانند. مقامات عراق گفتند به شرط درخواست حکومت تاجیکستان این کار امکان پذیر است.